به نام خدا. سلام، خوبی؟ داداش رضا؟ وای خدا، دیشب خیلی احساس عجیبی داشتم. تو این 8 سالی که از تحولم گذشته هیچ وقت تا این حد احساس نزدیکی به خدا رو نداشتم. داشتم دیوونه می شدم. با تمام وجودم دوست داشتم برای خدا تکه تکه بشم. واقعا با تمام وجودم خدا رو دوستش دارم. خیلی دوستش دارم، خیلی. بچه من یه جوری شدم، حس میکنم دارم از درون منفجر میشم. خدایی داری با هم چی کار میکنی عشقم؟ دوست دارم برم تو یه جایی که کسی نباشه، بعدش داد بکشم و بگم خدایا دوستت دارم. انقدر بگم اینو که صدام در نیاد دیگه. نمیتونم احساسم رو قشنگ توضیح بدم. فقط بدونید که داداش رضا داره از دست میره. زندگی برام سخت شده. از شدت عشق به خدا تپش قلب گرفتم. خیلی دلم میخواد برم بدیدنش. نمیدونم چجوری بگم، ولی دیوونم کرده. انقدر توی زندگی کمکم کرده که من عین دیوونه ها شدم. میگم آخه تو کی هستی واقعا؟ آخه کی انقدر دوستم داره؟ کی انقدر پشتمه؟ کی؟ هیچکی. من عشق خدا رو با تمام وجودم لمس کردم. با تمام بدیهام کنارم ایستاده بود و هرگز قضاوتم نکرد و هر کاری کردم بازم پشتم بود. دیشب به خدا خیلی نزدیک بودم. بهش گفتم چی کار کنم برات؟ بهم گفت یه کتاب بنویس و از احساسات این روزات به عشقم بگو. بهش گفتم یعنی بگم چقدر دیوونت شدم؟ بهم گفت آره و بهم گفت این کتاب رو کاملا دانلودش رو رایگان کن. منم گفتم چشم. راستشو بخوای دیشب خیلی نشستم فکر کردم که اسم کتاب جدیدم رو چی بذارم، تا اینکه یه چیزی به ذهنم اومد که واقعا این روزا دارم با این حرف زندگی میکنم. اسم کتاب جدیدم اینه: فقط برای خدا زندگی کن. شاید این حرف ساده ای باشه، ولی از ته قلبم بهش اعتقاد دارم. ببین، من قبلا هم گفته بودم که توحید خیلی مهمه. توحید یعنی به هیچ کس غیر خدا تو زندگیت قدرت ندی و فقط روی خدا حساب کنی. ولی این بار میخوام یه گام جلوتر بیام و بگم فقط برای خدا زندگی کنی. میدونی این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی به طور کامل خدایی بشی. وقتی اینجوری بشی کلا دیگه طرف حسابت خدا میشه و یه جورایی دیگه کاری به کار بقیه نداری. یه جورایی خدا میشه طرف حسابت. خیلی عالیه، فکرشو بکن. این میشه یه زندگی کاملا هدفمند و توحیدی. من این روزا سبک زندگیم همینه. واقعا برام مهم نیست کی چی میگه. تنها چیزی که برام اهمیت داره رابطه عاشقانم با خداست. بقیه چیزا اصلاً برام مهم نیست. خیلی حال میده این سبک زندگی. من میخوام تو این کتاب کمکتون کنم تا شما هم اینجوری بشید. میخوام کمک کنم، یه کاری کنم، هم عاشق خدا بشی و هم باورهای توحیدیت قوی تر بشه و فقط قدرت و دست خدا بدی. و هم میخوام کمکت کنم تا بتونی یه روز کامل رو با خدا زندگی کنی و از بودن با خدا لذت ببری و زندگیت کلی به آرامش برسه. حس میکنم میتونم کمکت کنم. آخه زندگی من همین جوری شده. خیلی آرومم، خیلی. واقعا کمتر چیزی میتونه منو به هم بریزه. آخه طرف حسابم خدا شده و خدا هم دیوونه منه. خیلی حال میده با این خدا باشی در طول روز. بچه ها، پیش نیاز ورود به این دوره اینه که شما به طور کامل آدما رو از ذهنتون حذف کنید. نگفتم از زندگیتون، نه. به هر حال ما داریم کنار مردم زندگی میکنیم. منم ارتباطاتم با آدما واقعا خوبه. چیزی که میگم باید تو ذهنت حذف کنی در واقع حرفها و عکس‌العمل‌های آدماست. ببین، اگه میخوای با خدا زندگی کنی
باید بدونی که عزت دست خداست و اونی که قراره بهت خیر برسونه و خوشبختت کنه و شری رو ازت دفع کنه فقط خداست و خدا بخواد بهت حالی بده. اگه همه نخوان بازم اون اتفاق میفته. اینایی که میگن باورهای توحیدی هستش، پس باید قبل ورود به این دوره اینو برای خودت جا بندازی و کلن به آدما و حرفاشون محل ندی و کامل خودت رو وقف خدا کنی. این اصل هستش و واقعا مهمه، وگرنه هیچی از حرفمو تو این کتاب نمیفهمی. باید کامل وجودت رو خدایی کنی. شاید براتون جالب باشه ولی من هرس خوردن شیطون رو قشنگ حس میکنم، چون شیطون اصلا دوست نداره من این کتاب رو برای شما بنویسم. ولی وقتی خدا بخواد اتفاقی رخ بده حتما رخ میده، هرچند شیاطین ناخشنود باشن. ببین تو باید یه جوری بشی که همه چیت خدایی بشه. آب بخور برای خدا، نفس بکش برای خدا، غذا بخور برای خدا، راه برو برای خدا، بخواب برای خدا، ازدواج کن برای خدا، بیرون برو برای خدا، کمک کن برای خدا، کتاب بنویس برای خدا، محبت کن برای خدا، سلام کن برای خدا و الی آخر. همه چیت باید بشه خدا. شاید بگی رضا این حرف چقدر شبیه حرف شهید همت بود. جواب آره، من این روزا حرفای شهدا رو بهتر میفهمم. اگه دقت کنید این روزا رفتارم یه جور خاص شده، یه حالات خوش معنوی به هم دست میده. تازه دارم میفهمم شهدا چرا انقدر عاشق شهادت بودن. آخه وقتی برای خودت زندگی کنی و کمک های خدا رو تو زندگیت ببینی و کم کم دیوونه خدا بشی، از یه جایی به بعد دیگه واقعا سخت زندگی کردن. دلت میخواد جونتو فدای یه همچین کسی بکنی که حقیقتا با تمام وجودش دوستت داره. میدونی چیه؟ من میگم آدما تو تشخیص عشق دچار مشکلن. اگه خدا رو پیدا کنن و بشناسن دیگه انقدر دیوونش میشن که کاملا به یه حالتی از انقطاع میرسن که فقط با خدا زندگی میکنن و الکی اسم عشق رو خراب نمیکنن. عشق اول خدا، دوم خدا، سوم هم خدا. باید برای خدا زندگی کنی. این همون هدفی هستش که من تو این کتاب برات دارم. میخوام برات یه دوره 40 روزه بردارم و هر روز برات در مورد این قضیه حرف بزنم. ازت میخوام از همین امروز کاغذ خودکار ردیف کنی و تاریخ امضا بزنی تا با هم این دوره رو استارت بزنیم. این دوره که داریم استارت میزنیم میتونست اسمش دوره توحید عملی هم باشه، ولی خب اسمش رو روونتر کردم که همه بفهمن هدف چیه. ببین میخوام از شما گلادیاتور بسازم. میخوام یه آدم سرسخت و جنگنده بسازم. یه آدم جسور و شجاع. میدونی چرا این کتاب رو دارم مینویسم؟ چون احساس لیاقت کردم. چون خودم تو زندگی به هیچ کس باش نمیدم و فقط برای خود زندگی میکنم. چون تو زندگیم توحید عملی رو زندگی کردم و کلی نتایج توپ گرفتم. میخوام کاری کنم، کارای بزرگ بکنی و فقط دنبال لایک خدا باشی، نه دنبال تحسین مردم. ببین گور پدر تحسین مردم، گور پدر آبرویی که آدما میخوان بهت بدن، گور پدر هر کسی که پشت سرت حرف میزنه و بدگویی میکنه. فقط و فقط دنبال رضایت خدا باید باشی. به زندگی من نگاه کن تا بفهمی چطوری دارم با این موضوعهای ناب الهی زندگی میکنم. من اگه همتون تحسینم کنید برام اهمیت نداره و اگرم فوشم بدید بازم برام اهمیت نداره، چون اصلا برای شما زندگی نمی کنم. خوشحال میشم از اینکه تغییر میکنید ولی برای تغییر تو حرف نمیزنم و زندگی نمی کنم. من فقط دنبال اینم که خدا با هم حال کنه. تمام. فقط روی الله حساب کن.
به حرف هیچ کس گوش نده. کاریو بکن که درسته. به هیچ کس جواب پس نده. تو فقط باید به خدا جواب پس بدی. وقتتو برای کسی نذار. فقط کارگر خدا باش. تو فقط باید خدا رو قانع کنی. اصلا تو ذهنت به کسی جز الله قدرت نده، چون شرکه. گاردتو بیار بالا و عین شیر درنده به سمت جلو برو، چون دوستان خدا خیلی شیردلن. در حرم علی ابن موسی رضا هستم و این دوره رو با هم از همین لحظه استارت میزنیم. به نفس علی کاری باهاتون بکنم که خیلی قدرتمند بشید و یه نفره یه لشکر بشید. میخوام ازتون یه سرباز امام زمان بسازم. داش رضا حرف مفت نمیزنه. آماده باشید که قراره بتره کنیم. فقط پیش نیازی که گفتم و یادت نره. قراره برای خدا زندگی کنی. پس مهم اینه پیش خدا آبرو داشته باشی، نه پیش آدمای محتاج که همشونم گدای خدان. بریم که بتره کنیم. یا امام رضا کمکمون کن. من اون روزایی که روحم بیمار بود، امام رضا که نمایندگی تعمیراتی خدا روی زمینه خیلی کمکم کرد که روحم درمان بشه. بهترین تعمیرکار روح امام رضاست. اگه روحت خراب بشه حتما بیا پیش نمایندگی امام رضا تو مشهد. اگه الان میبینی انقدر سیمم به خدا وصل شده، به خاطر اینه که موتورم و امام رضا ریخ پایین و تعمیر کرد و بعدش استارت زد و دید سالم شدم و منو برد سمت خدا. من فقط میتونم بگم ممنونم امام رضا. عاشقتم. خودت میدونی چقدر دوستت دارم. اسم این کتاب رو گذاشتم فقط برای خدا زندگی کن، چون واقعا فهمیدم خدا یعنی تکیهگاه. یعنی چی؟ ببین، خدا هرگز عشق شرطی نیست. متاسفانه آموزه های غلطی به ما رسیده از بعضی از انسان های بظاهر مذهبی که میان عشق خدا رو شرطی و بسته به اعمالت نشون میدن. واقعا این یعنی کشک. چون من خودم هر غلطی بگی کردم و بازم دیدم خدا پشتمه. خدا خیلی لطیه بابا. البته کجبری گوشتو میپیچونه ها، ولی همینم از سر عشقه. و اینو بدون که اگه ته دلت پاکی رو بخوای، خدا همه جوره کمکت میکنه و دیگه نه تنها گوشتو نمیپیچونه، بلکه ازت کلی هم حمایت میکنه و پشتت در میاد. ببین، وقتی خدا پشت کسی در بیاد خیلی فرق میکنه ها. تو وقتی یه آدم پرقدرت مثلا نماینده مجلس بهت میگه برو پشتتم، خیلی دلت گرم میشه، مگه نه؟ حالا اگه خدا پشت در بیاد دیگه چی میشه؟ من یه چیزی رو خیلی عالی فهمیدم. اونم اینه که خدا حقیقتا دیوونه و عاشق بنده هاشه و اگه یه قدم به سمتش بری خدا 10 قدم میاد سمتت و اگه از ته دلت خالصانه بخوایش، حتی اگه ته لجن گناه هم باشی بازم کمکت میکنه. خدا خیلی لطیه. میخوام یه کاری تو این دوره باهاتون بکنم که برید تو دل جنگ و مبارزه و عاشق چالش باشید، چون هر چقدر چالش هات بزرگتر باشه ایمانت بهتر و بزرگتر میشه. میخوام بشم گلوی خدا و کلی باهات حرفای کاربردی بزنم که در انتهای این کتاب قشنگ تغییر رو تو خودت حس کنی. با نام و یاد خدا از همین امروز درسای خودمون رو شروع میکنیم. میخوام 40 تا درس زندگی بهتون بدم. من توی این 8 سال خیلی چیزا یاد گرفتم. میخوام عاشقانه این 40 درس رو با شما به اشتراک بذارم. بریم که شروع کنیم. گنده کسی نیست که زور بازو داشته باشه. گنده کسیه که بتونه ذهنشو در کمترین زمان ممکن آروم کنه.